عبرانیان 2. به این سبب ما باید هرچه بیشتر به آنچه شنیده ایم توجه کنیم، مبادا از راه منحرف شویم. صحت کلامی که به وسیله فرشتگان بیان شد چنان به ثبوت رسید که هر خطا و نافرمانی نسبت به آن با کیفر مقتضی روبرو می شد. پس اگر ما نجاتی به این عظمت را نادیده بگیریم، چگونه می توانیم از کیفر آن بگریزیم؟ زیرا در ابتدا خود خداوند این نجات را اعلام نمود و آنانی که سخن او را شنیده بودند حقیقتش را برای ما تصدیق و تایید کردند. و در ضمن خدا با آیات و عجایب و انواع معجزات و عطایای روح القدس طبق اراده خود گواهی آنان را تصدیق فرمود. خدا فرشتگان را فرمانروایان جهان آینده، جهانی که موضوع سخن ماست، قرار نداد، بلکه در جایی از کتاب مقدس گفته شده است: انسان چیز که او را به یاد آوری، یا بنی آدم که به او توجه نمایی. اندک زمانی او را از فرشتگان پست‌تر گردانیدی، تاج جلال و افتخار را بر سر او گذاشتی و همه چیز را تحت فرمان او درآوردی. پس اگر خدا همه چیز را تحت فرمان انسان درآورده، معلوم است که دیگر چیزی باقی نمانده که در اختیار او نباشد. اما در حال حاضر ما هنوز نمی بینیم که همه چیز در اختیار انسان باشد. اما عیسی را می بینیم که اندک زمانی از فرشتگان پست‌تر گردیده و اکنون تاج جلال و افتخار بر سر دارد، زیرا او متحمل مرگ شد تا به وسیله فیض خدا به خاطر تمام آدمیان طعم مرگ را بچشد. شایسته بود که خدا آفریدگار و نگهدار همه چیز برای اینکه فرزندان بسیاری را به جلال برساند، عیسی را نیز که پدید آورنده نجات آنان است از راه درد و رنج به کمال رساند. آن کس که مردم را از گناهانشان پاک می‌گرداند و آنانی که پاک می‌شوند همگی یک پدر دارند. و به این جهت عیسی عار ندارد که آدمیان را برادران خود بخواند، چنان که می‌فرماید: نام تو را به برادرانم اعلام خواهم کرد و در میان جماعت تو را حمد خواهم خواند. و نیز گفته است: به او توکل خواهم نمود. باز هم می‌فرماید: من با فرزندانی که خدا به من داده است در اینجا هستم. بنابراین چون این فرزندان انسان‌هایی دارای جسم و خون هستند، او نیز جسم و خون به خود گرفت و انسان گردید تا به وسیله مرگ خود ابلیس را که بر مرگ قدرت دارد نابود سازد و آن کسانی را که به سبب ترس از مرگ تمام عمر در بردگی به سر برده اند آزاد سازد. البته او برای یاری فرشتگان نیامد، بلکه به خاطر فرزندان ابراهیم آمده است. پس کاملا لازم بود که او از هر لحاظ مانند برادران خود بشود تا به عنوان کاهن بزرگ آنان در امور الهی رحیم و وفادار باشد تا گناهان مردم را کفاره نماید. چون خود او وسوسه و رنج دیده است، قادر است آنانی را که با وسوسه ها روبرو هستند یاری فرماید. اگر مشتاق شنیدن یا مطالعه کتاب‌ها و ادبیات مسیحی هستید، وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی در اختیار شماست. آیا کتاب مقدس ندارید و مشتاق شنیدن و مطالعه کلام خدا هستید؟ شما را دعوت می‌کنیم که به وبسایت رادیو صدای انجیل به آدرس www.radiosedayeenjil.com مراجعه کنید. رادیو صدای انجیل همکنون از طریق سیستم‌های عامل اندروید و iOS آماده دانلود کردن میباشد.
خداوند ما فاتح است، او عظیم و هم قادر است، و جلالش این زمین را پر سازد. با ما همراه باشید.